سبزاله آورده درفش، جامی ز می 2 ساله آورده درفش. فرخنده شبیست ای سخن پیمایان، اخبار 1000 ساله آورده درفش. با درود و سپاس از تشریف فرمایی یکایک شما عزیزان در جشن آغاز 3مین سالگرد انتشار نشریه درفش. در ابتدا از خانم مهتاب و آقای آرمان که با اجرای هنرمندانه سرود همیشه جاوید ای ایران حال و هوای خاصی به فضای جشن ما بخشیدن، مجددا سپاسگزاری می‌کنیم. این که قصد داشته باشم که سهم میزبانی رو به جا آورده باشم، مجامله‌ای گفته باشم، درفش رو با کمال میل دیدم و میبینم. این به معنی نیستش که اشکال بهش ندارم، اشکال دارم. درفش یک تنه و با بضاعت اندک مالی دقیقاً 2 سال پیش در چنین روزی متولد شد. ما در درفش چیزی به نام سانسور نداریم. ما سانسور رو یکی از شومترین پدیده رژیم‌های مستبد و تمامیت‌خواه ارزیابی می‌کنیم. اینجا ایران نیست که بگیرن و ببندن و بکشن و یا رسانه‌ای رو توقیف کنن. اینجا ایران نیست. من فکر می‌کنم در این کشور آزاد اگر ما نسبت به بیان حقایق کوشا نباشیم و سهل‌انگاری انجام بدیم، بزرگترین خیانت رو در حق یکایک افراد اون جامعه کرد. خانم‌ها، آقایان محترم، هموطنان عزیز، واقعا بسیار خوشحال هستم که در همایشی این همه با اهمیت برای شما سخن میگویم. این که میگویم همایشی این همه با اهمیت از باب رعایت نزاکت و یا احترام به نشریه و دوست گرامیمون آقای سعدعلی نیست، بلکه واقعیتی است که این همایش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. وقتی نشریه‌ای حیات پیدا میکنه واقعا نعمتی است، یعنی به ما آگاهی میده، به ما اطلاعات میده. انسانی که آگاهی و اطلاعات نداشته باشه گمراه میشه. منتها برای اینکه این آگاهی صحیح و درست باشه نبایستی نشریه وابستگی داشته باشه. چشمن نباید ببنده رو چشش به علت اینکه به یک نظریه خاصی ایمان داره و اعتقاد داره. ایمان خانم‌ها آقایان چشمبند است، باعث میشه که پنجره‌های ذهن انسانی بسته بشه، اطلاعات واردش نشه. یکی از راه‌های بسیار خوب برای دانستن مطالعه است، کتاب خوندن، نشریه خوندن. هرچند امروز با تکنولوژی‌های جدید و امکانات اطلاع رسانی تازه، آمارهایی که شاید خیلی دقیق نباشه نشون میده که مطالعه کتاب بیشتر رفته به طرف کتاب‌های الکترونیکی از طریق اینترنت تا کتابی که ما بهش عادت داریم. اما نشریه و کتاب چیزاست که ملموسه. این رو باید به مردم گفت، نشان داد، به وسیله مصاحبه، به وسایل به طرق مختلف که خوشبختانه در نشریه درفش چند نفر روزنامه‌نگار تحصیل کرده در این رشته هستن و تکنیک‌ها رو خوب بلدن و اکنون هم جوان‌های ایرانی آمدن اینجا و درفش هر روز رو به پیشرفت است. در نشریه بایستی مسائلی عرض کردم مانند عدالت، مانند صلح که کشور ما امروز در خطر جنگ هست، این رو باید نشان داد و هر روز توضیح داد که جنگ دارای چه عواقب وخیمی برای جامعه ما هست و فشار آورد. افکار عمومی در هر حال تأثیر خودش رو میذاره. اینو شما مطمئن باشید نشریات همیشه این تأثیر رو خواهند داشت. مبارزه با عقب ماندگی. ببینید
سنت مهم است، اما هر سنتی به تدریج کمرنگ میشه و یک روزی باید از بین بره و مدرنیته جاشو بگیره. تفکر جدید، تمدن جدید بایستی جاشو بگیره. این به وسیله نشریات ممکن هست. نشریه باید در این زمینه حتما تمرکز داشته باشه و کوشش کنه، به خصوص که متاسفانه خرافات از هر سمت به جامعه ما حمله میاره. در و دیوار پر است از شماره تلفن جادوگر و وبسایت گذاشتن. لذا بایستی کوشش بشه در این زمینه که مدرنیته و حتی پست مدرنیسم مردم آشنا بشن باش، که زندگی همیشه حالت ثبات رو نداره بلکه حالت دینامیک داره، حالت حرکت و به پیش رفتن داره. مدیا اصلا ذاتش آگاهی دهنده است. یک. دو، مدیا ذاتش انسانیه. برخلاف حکومت‌ها که گاهی اوقات گرفتار امنیت میشن و به دلیل امنیت ممکنه که امنیت شما رو به خطر بندازن، یعنی امنیت براشون میشه 2 تا 4 تا میذاره جلوش، میگه اگه این کارو بکنیم 2000 نفر کشته میشن، از این راه بریم 3 نفر جلو بندازیم بکشیم که 2000 نفر کشته نشه. حکومتی که تو مدیای امروز جهان، حکومتی که میره مردمش رو میکشه اگر چه با این توجیه که اونها امنیت ملی رو به خطر انداختن، از دریچه چشم مدیا یک منحل. هیچ حکومتی در دنیا داوطلب رفتن نبوده، هیچ حکومتی نبوده. ولی اگه قرار بود حکومت دیکتاتوری بمونن که الان هخامنشیان بودن اصلا تو ایران. اینطوری نیست که تعطیل میشن، پیر میشن، سقوط میکنن، تصادف میکنن، نمیدونم دعواشون میشه با هم دیگه، 1000 تا حادثه کشته. اون چیزی که به عنوان ملت به نظر من که به احتمال زیاد داره خطر داشته، یعنی خطا داشته باشه، چون من کارشناس علوم سیاسی نیستم، اون چیزی که ما میتونیم بخوایم این هستش که ما یه کاری بکنیم که ملت ایران هویتش رو نگه داره. خیلی صحبت خوبی کردن آقای دکتر، زبانش رو نگه داره. ما یه سرمایه‌ای داریم که همونطور عرض کردم بین 7 تا 7.5 تا 8 میلیون نفر ایرانی بیرون از ایران. اینا بیرون از ایران تخصص پیدا کردن، ولی نمیگم 100%. ولی اون 100% که تخصص پیدا نکردن فهمیدن مالیات باید داد، فهمیدن ارزش سرانه چیه، فهمیدن کانسپت تکس چیه، این کارا بخوای یاد گرفتن که ماشین رو بذاری اینجا نمیشه، بالاخره باید رفت و میان آدم جریمه میکنن، شب و موضوعش مشغول نکنیم. اینا مهمه دیگه، اینا بخواه ابزار زندگی جمعی متمدنان هست. یاد گرفتن. بنابراین همچین نیروی عجیب و غریبی هست. کمک کنیم این نیرو تبدیل به یک انرژی متراکم بشه برای آینده ایران. مردم داخل ایران به اندازه کافی شور این رو دارن. شما این که میشنوید که همین الان که اینجا نشستیم 50 نفر بیشتر از اینن روزنامه‌نگار فقط تو زندانن. شما تو هر حرفه‌ای برید، هر حرفه‌ای دلتون میخواد مثال بزنیم، من بهتون میگم، از کارگر شرکت واحد تا وکلای دادگستری تا مثلا فرض کنید آدمای وکلای سابق، هر رشته‌ای سراشون تو زندانن. آیا ما تونستیم به اندازه دلخدا به وظیفه خودمون عمل کنیم؟ آیا تونستیم به اندازه دلخدا شعله آزادی‌خواهی رو در دل مردم ایران روشن نگه داریم؟ آیا روزنامه‌نگاری ایران تونسته است که دست کم برای ایرانی‌ها که بیرون از کشور هستن این شعله رو در اونها نگه داره، اونها رو یه جوری با هم دیگه همدل و هم قلب بکنه که این کار از مطبوعات برمیاد و عملی است، این کار همدلی کردن و همسو کردن و هم راستا کردن؟ آیا اینطوریه؟ به نظرم نمیرسه کسی نوع قبول شده و متاسفم که حرفم آخرش حرف این